کوهنوردان غوری به قله 3700 متری ولسوالی پسابند صعود نمودند. 8 تن از اعضای تیم منتخب فدراسیون کوهنوردی ولایت غور با همکاری و هماهنگی آمریت المپیک، تربیت بدنی و ورزش ولایت غور و فدراسیون کوهنوردی این ولایت موفق شدند قله 3700 متری ولسوالی پسابند را فتح کنند و کمپینگ شبانه را در ارتفاعات این ولسوالی برگزار نمایند. این برنامه ورزشی تحت سرپرستی نسیم خرمی رئیس فدراسیون کوهنوردی غور راه اندازی شد و کوهنوردان پس از پیمودن مسیرهای دشوار کوهستانی با موفقیت به ارتفاعات بلند ولسوالی پسابند صعود کردند. ولسوالی پسابند به دلیل موقعیت کوهستانی و آب و هوای سرد از جمله مناطقی به شمار می رود که صعود به قله‌های آن نیازمند آمادگی جسمانی، تجربه کافی و تجهیزات ویژه کوهنوردی است. نسیم خرمی هدف از برگزاری این برنامه و کمپینگ شبانه را اعلام آمادگی اعضای تیم منتخب کوهنوردی غور برای حضور در رقابت‌های تیم ملی عنوان کرد. وی افزود که قرار است به زودی روند انتخاب تیم ملی کوهنوردی افغانستان از سوی فدراسیون مرکزی در یکی از ولایت‌های کشور برگزار شود. در همین حال فدراسیون کوهنوردی غور طی سالهای اخیر با برگزاری برنامه‌های منظم و تلاش‌های دوامدار در راستای رشد، پیشرفت و گسترش فرهنگ ورزش کوهنوردی در سطح کشور فعالیت چشمگیری داشته است.